سروری دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والامقام کشور میزبان با صمیمیت عالی استقبال گرفتند. برای پذیرایی مهمان عالی مقام فرودگاه با عکس‌های سران دولت‌های تاجیکستان و پاکستان، پرچم‌های هر دو دولت و شعار و آویزه‌ها آرا یافته گارد فخری صف آراسته بود. طبق مقررات سفرهای رسمی و افتخار مهمان عالی مقام، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از توپخانه‌ها 21 مرتبه شلیک سر داده شد. جنابی عالی، شمسی به زوالی، مردی به نظیری، شاهی به مثالی. جنابی عالی، شمسی به زوالی، مردی به نظیری، شاهی به مثالی. جنابی عالی، جنابی عالی.